دوستای عزیز، احتمالاً به بیروبارترین بازار شهر کابل و یکی از بیروبارترین بازارهای افغانستان آمدیم. ما مسئول امی تخت خود هستیم، نه مسئول سرک. ما نمیتونیم که از سرک کسی را ممانعت کنیم. یک سرک خاص میگه چی معشر میکنه جانات و چشمان سرخیزد تو مولانای ما گشتی و ما هم شمس تبریزه. والا مردمشان نارام است و آرام هستند. خب مگر هم یک تعداد است بسیار نارامی میکنند که والا سودای من نمیشه و این نمیشه اون نمیشه. این سودا و گپا کلش به دست خدا است. روزی کلش به دست خدا است. این نیست که بدر یک پادشاه بیاید افغانستان حکومت کنه بر تو در دامنت پیسه را کود کنه. زحمت بکش، در شرایط زحمت نکشی کاروبار نیست. زحمت بکش. من میاد خودم مثلا زده و زخمی، زحمت نکشی کاروبار نیست. اگر در خانه خو کردی خب قرار خو هستی. امروز در لیسه مریم آمدیم، در بازار لیسه مریم آمدیم تا که گزارش شهری خود را در اینجا برای شما بینندگان عزیز تقدیم کنیم. بسیار بیروبار است. هموطنان ما آمدن به خاطر خرید و فروش و یکی از چیزهایی که این بازار را نسبت به بازارهای دیگر بیروبارتر میسازه ای است که اینجا اجناس ارزانتر فروخته میشن و این ارزان فروشی یا هم قیمت کم اجناس باعث از این شده که هموطنان ما از نقاط مختلف شهر کابل اینجا بیاین به خاطر خرید و فروش و در واقع این بازار را به همین بیروباریش که شما در ادامه خواهید دیدین بسازن. با ما همراه باشین در گزارش امروزی با من میرویس جهید. خب دوستای عزیز، در بازار لیسه مریم قدم میزدیم و در اینجا که رسیدیم اولین کسی که خواستم همراهشان مصاحبه بگیرم این پدر بزرگوار هستن. اینا یک شکایت داشتن. اینا گفتن که یک اطلاعیه را بر ما نشان دادن که متاسفانه بر اساس اون اطلاعیهشان یک کمی بازار بی‌نظم بود و خواستیم که همراهشان صحبت کنیم. خب پدر جان، میشه خودتان معرفی کنین و بگین که اینجا شما چی کسب و کار میکنین و چی گفتن یا دارین؟ ما اسم عزیز الله، یکی از تختداران لیسه مریم هستم. ما مسئول امی تخت خود هستیم، نه مسئول سرک. ما نمیتونیم که از سرک کسی را ممانعت کنیم. سرک عام است، سرک ملت است. اگر کسی میره میای کار میکنه هر چیز میکنه، ما او وکالت پیش برده نمیتونیم. ما به خاطر همین یک پیشنهاد داشتیم که یعنی ما از غرفه خود پایان مسئولیت نداریم که کار بکنیم. دیگه همه گفتنی داشتیم. خیر ببینید، در اون اطلاعیه‌ای که شما بر ما نشان دادین اگر یک بار او را ما ببینم و هموطنای ما که تصویر ما را میبینن اگر اونام ای را ببینن، در اینجا به وضاحت نوشته است و مسئولیت ای را استاد محترم کی داره در اینجا؟ چی کسی باید همین نظم بازار را در واقع تنظیم بکنه؟ خب مربوط ناحیه میشه دیگه. این مربوط ناحیه میشه که ناحیه ای را تنظیم بکنه. ناحیه مکلف ضرورت به دست بگیره. ای را دکاندار نمیتونه که از دکان خود برای بیرون با مردم در جنگ شه یا مثلا مردم بگه تو نشو استاد یا کار نکو یا بار نکو. دیگه ما به خاطر دکانداری آمدیم یا به خاطر که با مردم درگیر شیم؟ ما به خاطر دکانداری آمدیم، نآمدیم به خاطر که با مردم درگیر شیم. مردم عام است، بازار است، در بازار نام خدا خلق است، رفته آمد است. دیگه هیچ کس نمیتونه کنترل کنه به جز خود دولت کنترل کنه. دیگه هیچ کس نمیتونه. تا هنوز کدام اقدامی هم صورت گرفته؟ یعنی کسی آمده که برای کسایی که شما میگین که فعلا مزاحمت میکنه در دکان شما، برای اینا یک تذکری داشته باشن یا گفته باشن یا حتی اقدام کرده باشن به صورت جدی؟ نه، جدی کسی نگفته. تنها ما را مثال میگه که شما ایمی که دکان داری پیشرویتان حقتان است، کسی را پیشرویتان نمونه. و در غیر این صورت؟ در غیر این صورت که اگر شما کسی را پیشرویتان میمونه ما تختان میگیریم به کسی دیگه میتیم. پس کلا مسئولیت در شما مانده و همون قسمی که خودتان میگین اگر شما قرار باشه که تمام روز دکاندارای که کسایی که دست فروشایی که اینجا ایستاد میشن جمع کنین، باز دکانتان خالی بمونه و بیکار و بیبار بمونه، مردم بگیم تو نبیجا.
استاد نشد تاکو بالا کو. حالا دوستای عزیز، پدر کاملا راست میگن. به خاطر از اینکه یک دکاندار مسئول همی اجناس دکان خودش است و بیرون از اینجا نمیتونه که هم شما فکرتان به این بوده باشه که کسی جلو دکان شما در واقع ساکن نشه، سکونت نکنه و هم بتانین که مشتریایی که بازار لیسه مریم، همون قسمی که براتان گفتم دوستای عزیز، یکی از بیروبارترین بازارهای شهر کابل هست و در اینجا هر لحظه امیال شما در تصویر مشاهده میکنین که هر لحظه مردم در حال گذر از اینجا هستن و در حال خرید و فروش هستن. پس بنابراین نمیشه که شما جلو همه را بگیرین. من امیدوار هستم پدر جان که اینجا همون مسئولینی که شما گفتین ناحیه، مسئولینی که از طرف ناحیه در واقع گماشته میشن، اینا بیاین و این نظم بازار را در واقع اینجا تنظیم بکنن. پدر جان بغیر از این دیگه حال احوال خودتان چطور است؟ زندگی چطور میگذره؟ الحمدلله شکر است، از خدای خود راضی هستیم. اینمیجا میم که با کسی احتیاج نشیم. در این سال رسیدیم اومدیم قرار چارزونی ششتیم که باشه یک لقمه نان حلال پیدا کنیم. فقط همین آرزو را. خداوند براتان همیشه روزی حلال با عزت نصیب بکنه. اگر چیز گفتنی باشه کمره ما در خدمتتان هست، 2 دانه کمره. اگر چیز خدمت باشه و اگر چیزی پیامی داشته بخیر باشی، آرام باشی. خب دوستای عزیز، بازار لیسه مریم یک بازار طویل هست، یعنی بسیار بزرگ هست. همین قسم با ما باشین، میریم در قسمت های دیگر بازار لیسه مریم، درد هموطنهای ما و سخن هموطنهای ما را میشنویم و اونا را انعکاس میتیم تا به گوش مسئولین برسه و همچنان اقداماتی که نیاز است صورت بگیره. با ما باشین. خب دوستان عزیز، در کنار 2 تا از برادرای بسیار همونطور شیک و عزیز ما قرار داریم. بیاین احوالشان بپرسیم که چطور هستن و بیشتر همراهشان صحبت کنیم. برادر عزیز، اول روزتان بخیر، انشالله که صحتمند باشین. میشه خودت نامتا بگویی و بگویی که اینجا چیکار میکنین؟ الیاس احمدی هستم، باشنده کابل. همینجا مصروف کار هستم تخت. اسمتان الیاس است؟ بله جان. والا نام برادر بزرگ ما هم است. چیکار میکنی الیاس جان؟ ما مصروف همین کار جراب فروشی و چیزا. جراب فروشی و اینا هستن. بله. چطور از کاروبار در لیسه مریم انشالله خوش میگذره؟ شکر خوب است، بد نیست، الله بزرگ است میشه. انشالله که همین روز و روزگار بگذره. میگذره انشالله خوب است. خدا را شکر. قربانتان سلامت باشین. از این بگوین که چند مدت بود که آسمان کابل هم آفتابی نبود، ولی چند روز از آفتابی است. باز در روزایی که بارانی بود و اینا چطور بود؟ بیروبارا همچنان پایدار بود یا هم که وقتی که اینجا هم بارانی شود بیروبار بازار لیسه مریم باز کمتر میشه؟ بازار کم معلوم دار است، تفاوت کمتر میشه، مشتری ها کمتر میشه چون بارا. باز شکر خدا در 2 روز خوب است، بازارها خوب است، بیروبار شده. انشالله کاروبار خوب از بد نیست میگذره. انشالله که بهتر و بهترتر هم باشه. همراه برادرک ما هم صحبت کنیم که قربانتان سلامت. میشه شما هم خودتان معرفی کنین و شما هم همین کار میکنین یا هم که دیگه در کنار از این کار کدام کار دیگه هم هست؟ قربان برادران سلام برس اول به خودت و بینندگان محترم. اسمم حسین انوری هستم، باشنده کابل. همینجا در کاربار تخت برجس فروشیم، زنانه این کارم شغل ما نمیه بیادر. بسیار خوب. خودت الیاس جان اگر کدام حرفی گفتنی، شعری، چیزی اگر داشته باشی کمره ما در خدمتت است. یک شعرک خاص میگه چی معشر میکنه جانات و چشمان سرخیزت، تو مولانای ما گشتی و ما هم شمس تبریزت. والا امی شمس تبریز و مولانا صاحب که یادآوری شدی دیگه صوفیانه است. خودت فکر کنم در شعر و شاعری و چیزان بسیار علاقه داری نه؟ 100% باید انسان مطالعه کتاب بخونه و شعر شاعری علاقه داشته باشه چون یک فرهنگ ماست. شعر که از فرهنگ پارسی دری است، یک از سعدی است، مولانا است. از کشور ما باید افتخار کنیم این کتاب‌ها زیرا با شوق بخونیم چون هم کل چیز که است با ادبانه است، بسیار چیزای مفید است. دیگه انشالله از جوانان هم این تقاضا را دارم که مطالعه کنند، دست خدا بخونند. قربانت. انشالله که پیام نیک است. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد خوشحال شدم از معرفت و آشناییتان. دوستان عزیز در ادامه گزارش با ما همراه باشین. باز هم میریم کنار هموطنای عزیز ما و ما را تنها نگذارین. دوستان عزیز در کنار یک هموطن بسیار عزیز دیگه ما هستیم.
که امی تو بر من میگفتن که از لبخندت خوش میاد و من از لبخند اینا خوشم اومده. دیگه برادر عزیز انشالله خوب هستین، زندگی بخیر میگذره. همین خدا که تا بر بیننده های عزیز ما یک بار معرفی بکو که اسمک چیه؟ اسمم رامین، باشنده خیرخانه، اسه اول خیرخانه زندگی میکنیم در کار بار لیسه مریم. اینمی از بنده همراه اینمی لالای ما دیگه نمیشه اگر روزا میچلونیم. توکل ما و شما به خدا. بسیار خوب. دیگه چطور از کاروبار انشالله زندگی بخیر میگذره؟ راضی هستین؟ والا زندگی رقم میگذره که متا واقعیت خوشایند است. چرا نمیگوییم؟ اینمی یک شکر خدا و در سودا میشه، فایده میمونه، روزگار هم میچله دیگه. یعنی پادشاهی پادشاهی 100% همی که آرامی است، خداوند آرامی را بر ما و شما داشته باشه. همی که یک لقمه روزی حلال کسب میکنیم به گفته خودشون هم پادشاهی است. روزی حلال هم نصیب ما میشه دیگه. با وجود دیگه روزی حلال نصیب ما میشه و در اینجا فایده میمونه و در صحیح گفته یگان تا شکر ما رو میشه، رزق روزی ما رو میشه، تب ما هم خوش میشه. چی کنیم از این اضافه دیگه؟ چی کنیم دیگه؟ در گور خونه میبریم که در گور بریم. اما به یکی که میلیونای دنیا از ما باشه وقتی که مردیم خلاص دیگه. تک تنها میشه دفنمون میکنن. این گپ رامین جان خب کاملا درست است دوستای عزیز. دیگه خب رامین جان ما آمدیم گفتیم که یک بار احوال هموطنای ما که در لیسه مریم هستن، در بازار لیسه مریم ببینیم، ازشان بشنویم و دیگه از خیرخانه برام بگو. خیرخانه چطور است این رضا اوضاعش؟ مردمشان انشالله آرام است، خوب هستن؟ والا مردمشان آرام است، آرام هستند. خب مگر هم یک تعداد است بسیار نارامی میکنن که والا سودای من نمیشه و این نمیشه اون نمیشه. این سودا و گپا کلش به دست خدا است. روزی کلش به دست خدا است. این نیست که بدر یک پادشاه بیاد افغانستان حکومت کنه بر تو دامنت پیسه را کود کنه. زحمت بکش، در شرایط زحمت نکشی کاروبار نیست. زحمت بکش. من میالت خودم مثلا زده و زخمی، زحمت نکشی کاروبار نیست. اگر در خانه خو کردی خب قرار خو هستی. اینجا بیا زحمت بکش، کار سعی کن. همین کم زحمت کار داره. یک تا هر کدام از این روزانه صافی میشه، پاک میشه. بیادری جندل فساد از این رسایی که والا خوب آدمای بتانه متوجه سی نیست. داخل از که صافی. خیر سلامت باشین. بسیار زیاد خوشحال شدیم. انشالله که موفق باشی و روزی برسه که بخیر شاهد سلسله دکانایت باشین. قربانتان شما. قربانتان. انشالله زحمت بکشیم. چرا نه چای نان هر چیزی که اشتیا داشته باشین. سلامتیتان بخیر سلامت باشین. دوستای عزیز گزارش بازار لیسه مریم در کنار رامین جان به اتمام میرسانیم. شما بیرولهایتان را بیرولهایی که همکارای بسیار عزیز ما میگیرن از بازار لیسه مریم ببینین و لذت ببرین از بازار لیسه مریم. بخیر و سلامت باشین تا گزارش بعدی با من میرویس جهید.